صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. در پرتو رحمت و عنایت و فیض بی پایانت ای خدای ازلی و ابدی به درگاهت می آییم و تو را به خاطر این لطف و رحمتی که فرمودی تا اجازه به دخول سماویت داشته و به درگاه تو آمده و با تو سخن بگوییم سپاست می گوییم. پروردگارا، ما بندگان گناهکار و خاطی تو هستیم. اعتراف می کنیم که آنچه از ما خواستی را انجام نداده و در وظیفه خود قصور ورزیده ایم. تمنا می کنیم که بر ما ترحم فرما و به شایستگی و لیاقت منجیمان عیسی مسیح زنده ما را ببخش و خطایای ما را نادیده بگیر و بر ما ترحم فرما. استعداد داریم که در این ساعت چشمان روحانی به ما عطا کن تا از کلام مقدست چیزهای عجیبی را ببینیم و در ایمان به تو استوار و در وظیفه خود امین باشیم. بگذار کلامت در قلب و وجود ما جای بگیرد. خداوندا، چشمان ما را بگشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی را ببینیم. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که خوش و سلامت بوده، فارغ از تشویش‌های زندگی آماده شنیدن کلام خدا باشید. خدا کند که افکارتون رو از امور دنیا جدا و لحظه‌ای متوجه خدا کنید تا پیام و گفتار او صلح و سلامتی و حیات ابدی را در ما به وجود آورد. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود و از کلام خدا دنباله زندگی و تعلیمات عیسی مسیح رو با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. برای این منظور از شما دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 13 به قلم حضرت لوقا بگشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگان جدیدی هستید که تازه به جرگه ما پیوستید ولی کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل هستید داشته باشید، حتما برای ما نامه بنویسید تا کتاب مقدس را به زبان فارسی براتون ارسال بداریم. آدرس در پایان مجدداً تکرار خواهد شد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. فصل 13 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا موضوعات مختلفی از جمله تأکید عیسی مسیح به توبه کردن ما از گناهانمون و شفا دادن زن علیلی در روز شنبه و اخطار دادن به مردم مبنی بر اینکه صبر خدا روزی به پایان خواهد رسید و روز داوری میرسه و تا فرصت باقی است بایستی به سوی او برگردن و سرانجام تأثیر و یا گریه عیسی مسیح برای مردم شهر اورشلیم که مرکز ایمان یهودیت بود برای ما بازگو شده است.
حالا به آیات 1 الی 9 از کلام خدا توجه میکنیم. میفرماید در آن وقت بعضی آمده او را از جلیلیانی خبر دادند که پیلاطوس خون ایشان را با قربانی هایشان آمیخته بود. عیسی در جواب ایشان گفت آیا گمان میبرید که این جلیلیان گناهکارتر بودند از سایر سکنه جلیل، از این رو که چنین زحمات دیدن؟ نه، بلکه به شما میگویم اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. یا آن 18 نفری که برج در سالون بر ایشان افتاد ایشان را هلاک کرد. آیا گمان میبرید که آنها از جمیع مردمان ساکن اورشلیم خطاکار بودند؟ حاشا، بلکه شما را میگویم که اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. پس این مثل را آورد که شخصی درخت انجیری در تاکستان خود غرس نمود و چون آمد تا میوه از آن بجوید چیزی نیافت. پس به باغبان گفت اینک 3 سال است میآیم که از این درخت انجیر میوه بطلبم و نمییابم. آن را ببر، چرا زمین را نیز باطل کنه؟ آن را ببر، از بین ببر. در جواب وی گفت ای آقا، امسال هم آن را مهلت بده تا گردش کنده کود بریزم، پس اگر ثمر آورد ویلا بعد از آن ببر. دوستان عزیز، این آیات و این مثل درباره تنبیه الهی بر گناهکاران و شریران است. و همچنین در مثلی که مسیح میگوید دعوت و صبر خدا را، صبر خدا که روزی به پایان میرسد، برای اون بازگو میکنه، ولی اعلام می‌دارد که زمان داوری و پایان صبر خدا نیز بسیار بسیار نزدیک است. در آداب و رسوم کشورمان وقتی اتفاق بدی میافتد و یا به ناگهان مثلا بلایی به سر کسی میاد، شنیده میشود که میگن خدا خواست و یا حقش بود که اینطور شد و یا ببین خدا چطوری او رو به خاطر کارهای بدی که کرده تنبیه کرده و یا ببین خدا چطور اونو به این روزگار انداخته. واقعیت اینه دوستان عزیز، اگر صبر و محبت خدا نبود همه ما انسان‌ها میبایستی به بدترین وجهی، به وحشتناکترین طریقی تنبیه و نابود شده باشیم. ولی این صبر خداست که هنوز خشم و غضب خودش رو بر ما نریخته است. در این آیات 2 نمونه برای ما بیان گردیده. کلام خدا میگوید وقتی که عیسی مسیح در حال تعلیم دادن بود، عده‌ای میآیند و او را از آنچه که پیلاطوس کرده بود با خبر میسازند. جلیلیان یعنی افرادی که اهل جلیل بودند. این عده رفته بودند خانه خدا و در خانه خدا مشغول عبادت و قربانی بودند که به حکم پیلاطوس والی روم در همانجا یعنی در خانه خدا نزدیک قربانگاه مقتول شدند و حتی خون آنان را با قربانیشون مخلوط میکنند. رومیان خدا نشناس بودند و اهمیتی به مذهب و خدا نمیدادند. منتها موضوع این بود که عقیده یهودیان این بود که اگر بدبختی و یا مصیبتی بزرگ بر کسی روی بیاورد، دلیلش این بوده که فلان شخص مرتکب گناه بسیار عظیمی شده و یا او گناهکار بسیار بزرگیه و خدا اجازه داده که این بلا به سرش بیاد. برای همینه. اما این عقیده عیسی مسیح نبود. ما هم نباید آن را بپذیریم، زیرا اکثر انبیای خدا و مردان خداپرست و دیندار بیش از سایر مردم متحمل زحمات و بلاها شده، بیش از سایر مردم متحمل مصیبت‌های عظیم شدند و چه بسا شهید شدند. در آیه 3 عیسی مسیح می‌فرماید این مردان جلیلی که در خانه خدا در نزدیک قربانگاه شهید شدند بدتر از سایر هموطنان خودشون نبودند. چرا؟ چون همه گناهکارن و سرنوشت موحشی که بر سر این اشخاص آمد فقط نمونه کوچکی است از آنچه که باید بر سر تمام قوم بیاید، البته اگر توبه نکنند. متاسفانه قوم یهود به کلمات عیسی مسیح توجهی ننمودند و از توبه کردن امتناع ورزیدند. در نتیجه در سال 70 میلادی خون هزاران هزار یهودی در اورشلیم و حتی در خود هیکل ریخته شد و عبادتگاهشون با خاک یکسان گردید و تاریخ نویسان میگویند جوهای خون در شهر اورشلیم به راه افتاد. یعنی عاقبت آنها بدتر از این افراد جلیلی بودند. به عبارت دیگر دوستان عزیز، اگر میبینیم یک بلایی به سر یک نفر میاد، ما نباید بگیم که فلانی چون که گناهکار بود یا گناهکار بزرگی بود یا گناه بزرگی انجام داده خدا این بلا را به سرش آورد، ولی چون که به سر من نیامده پس من گناهکار نیستم. خیر. از آیه 4 صحبت از اتفاق ناگوار دیگری می‌کند که بر اثر فرو ریختن برجی در سالوم 18 نفر به طور ناگهانی جان خود را از دست دادند. حالا مردم گمان می‌کردند که این 18 نفر مرتکب شرارت بزرگی شده بودند
و برای همین بود که خدا در لحظه‌ای که آنها در کنار برج بودند برج رو سرشون خراب کرد و همه را کشت و در حقیقت همه را تنبیه نمود. عیسی مسیح میگوید این فاجعه هم فقط نمونه است یا اخطار دیگری است بر آنچه که بر تمام مردمی که حاضر به توبه نیستند به وقوع خواهد پیوست، البته اگر توبه نکنند. به زبان دیگر عیسی مسیح به ما میگوید اگر شما هم توبه نکنید مصیبت‌های بزرگتر از این به سراغتون خواهد گرفت. بلایا و بدبختی بزرگتری به سراغ شما میاد، اما کو گوش شنوا. بنابراین دوستان عزیز، اگر میبینی بلا و بدبختی به سر کسی میاد، نباید بگی این خواست خدا بود و یا حقش بود و یا ببین خدا چطور فلانی و به این بلا و این روزگار رسان، بلکه باید اینطور فکر کنیم که ممکنه این بلا هم به سر خودتون بیاد و یا من و شما هم حقمونه که این بلایی به سرمون بیاد، ولی خداوند نسبت به من و شما صبر نشون داده که توبه کنیم. خداوند میخواد این بلایی که به سر دیگر آمده برای من و شما درسی باشه، نه اینکه ما از آنها بهترین و یا خونمون رنگین‌تر از آنهاست. خیر، از لطف خدا، از صبر خدا، از رحم خدا استفاده کن، توبه کن، به خودت بنگر، به قلبت بنگر و بگو خداوندا منم لیاقت مرگو دارم، منم لیاقت هیچ لطف بخشش تو رو ندارم، ولی تو نسبت به من صبر نشون دادی. خدایا بر من ترحم کن، مرا ببخش و هدایتم کن که پاک باشم و از این به بعد دیگر گناه نکنم. از آیه 6 الی 9 عیسی مسیح مثل دیگری رو بیان میکنه. دوستان عزیز، دلیل اینکه عیسی مسیح از مثل‌ها استفاده میکنه اینه که تا ما خوب متوجه بشیم، حالی بشیم که مقصود اصلی پیام چیه. در اینجا عیسی مسیح تأکیدی میکند بر آنچه که فرموده است، البته در بیان مثلی. و آن مثل درخت انجیره. میگه درخت انجیر کنایه از قوم یهوده و مالک آن خدا میباشد. میوه‌ای که خدا از قوم خود میخواهد ایمان و اطاعت و عدالت بوده. دوستان عزیز، کلام خدا نشان میدهد که بارها خدا انتظار میوه از این درخت داشت. به عبارت دیگر خداوند بارها و بارها امیدوار بود که قوم یهود توبه کنند، به سوی او بازگشت نمایند. صدها پیامبر و نبی فرستاد، صدها پیام به آنها داد، کتاب آسمانی به آنها داد، معجزات براشون کرد، بارها آنها را حفظ کرد از دست دشمنان، به این امید که آنها متوجه بشن که خدا یکتا از آنها نگهداری میکنه. میدونید در آن زمان فقط قوم یهود بودن که خدا یکتا را میشناختن، ولی با این همه دوستان عزیز، با آنکه خدا آنها را از مصر آزاد کرده بود، با آنکه خداوند آنها را کمک کرده بود، باز به سوی خدا بازگشت نیاوردند. در طول این مدت به اصطلاح کتاب مقدس حاصلی نیاوردن، ثمره‌ای نیاوردن و یا به سوی خدا بازگشت ننمودند. باغبان در اینجا همان مسیح است که شفیع میشه. درست همین که از صاحب باغ میگه که 1 سال دیگر فرصت بده به این درخت تا من ازش نگهداری کنم، شاید سال دیگر میوه بیاورد. به عبارت دیگر امروز نیز عیسی مسیح شفیع است، همونطوری که برای قوم یهود شفیع بود که خداوندا اندک مهلتی به اینها بده، شاید دیدن زندگی من، شاید مرگ و رستاخیز من سبب بشه که آنها دوباره به سوی تو بیان. اگر توبه نکردن آن وقت حق داوری کنیم. و دوستان عزیز، وقتی که خداوند شهر اورشلیم را خراب کرد، میدونید مسیحا از آن شهر خارج شده بودند و غالب یهودیان در آن شهر جان خود را از دست دادند. در اینجا این مثل عیسی مسیح داره به قوم یهود میگه که من شفیع شما شدم و خدا هم با کمال مهربانی و صبر فرصت دیگری برای شما برای توبه کردن داده است. مقصود از فرصت در واقع همون 40 سالی است که پس از صعود عیسی مسیح و تا خرابی اورشلیم بود. یهودی‌ها در این مدت نه فقط توبه نکردند یا میوه نیاوردند، بلکه بر مسیحیان عذاب عظیمی هم وارد ساختند و در نتیجه عذاب مسیحا پراکنده شدند، از شهر اورشلیم خارج شدند. خدا یهودیان را از فیض خودش محروم ساخت و همونطوری که گفتیم قوم یهود از آن موقع تا به امروز به مدت حدود 2000 سال از وجود کشور خود محروم شدند و فقط می‌دونیم تازگی‌ها بوده، چند سالی گذشته است که خداوند با آنان لطف کرد و مملکت بهشون داده. در آیه 7 می‌فرماید درخت مدت 3 سال کاشته شد و ثمر نیاورده. حالا بعضی عقیده دارن که مقصود از این 3 سال در واقع اشاره به 3 سال خدمت عیسی مسیحه، زیرا عیسی مسیح 3 سال نبوت کرد و پس از آن مصلوب شده، مرد و قیام کرد از مردگان و به آسمان رفت. ولی گروهی دیگر آن را به 3 دوره یا عصر تقسیم کردند: عصر تورات یا دوره انبیا و عصر یا دوره کاتبان. ولی قوم توبه نکردند
و نه فقط آن بلکه مانع توبه دیگر ملت‌ها یا مردم هم شدند. و حقیقت اینه که حالت اسف آور یهودیان امروز نیز از آن جهت است که هنوز به مسیح موعود ایمان نیاوردند. اما پولس رسول پیشگویی می‌کند که زمانی خواهد رسید که آنها توبه کرده و ایمان می‌آورند و دوباره ملتی زنده خواهند بود، البته در آینده. دوستان عزیز، پس مطمئن باشید که همه ما نیز حقمون عذاب الهی است. چرا؟ چون مطابق کلام خدا، مطابق معیار الهی، من و شما هم گناهکاریم و مطابق معیار خدا مزد گناه موته. ای کاش امروز ندای عیسی مسیح را در وجدان و قلب خود شنیده و مطیع باشید که می‌فرماید توبه کنید و به انجیل ایمان آورید، زیرا داوری خدا نزدیک است. پس امروز اگر آواز او را میشنوید، اگر روح القدس خدا شما را ملزم ساخته در وجدانتون و میگوید که این حقیقت راه مسیح راه یگانه است، اگر روح خدا سبب شده که درک کنید که نیازمند نجات هستید و احتیاج به توبه دارید، امروز ای برادر، ای خواهر، ای پدر، ای مادر، ای فرزندم، دل خود را سخت مسازید. امروز روز نجات است. امروز باید تصمیم بگیرید، زیرا فردا دیر خواهد بود. به آیات 10 الی 17 توجه می‌کنیم. در این آیات که در مورد شفای یک زن خمیده توسط عیسی مسیح است، ما باز قدرت خدا و انتقاد ملایان یهودی رو می‌بینیم. می‌فرماید و در روز سبت، یعنی روز شنبه یا روز مقدس و یا روز عبادت یهودیان، عیسی در یکی از عبادتگاه‌ها تعلیم می‌داد. و اینک زنی که مدت 18 سال تمام روح ضعف داشت و منحنی شده ابداً نمی‌توانست راست بایستد، در عبادتگاه آنجا بود. چون عیسی او را دید، وی را خوانده گفت ای زن، از ضعف خود خلاص شو و دستهای خود را بر وی گذار که در ساعت راست شده خدا را تمجید نمود. ای زن، از ضعف‌های خود خلاص شو و دستهای خود را بر وی گذارد که در ساعت راست شده خدا را تمجید نمود. آنگاه رئیس عبادتگاه غضب نمود، از آن رو که عیسی او را در سبت شفا داده بود. پس به مردم توجه نموده گفت 6 روز است که باید کار بکنید و در آنها آمده شفا یابید، نه در روز سبت. خداوند در جواب او گفت ای ریاکار، آیا هر یکی از شما در روز سبت گاو یا الاغ خود را از آخر باز کرده بیرون نمیبرید تا سیرابش کنید؟ و این زن که دختر ابراهیم است و شیطان او را به مدت 18 سال تا به حال بسته بود، نمی بایست او را در روز سبت از این بند رها نمود؟ و چون این را بگفت، همه مخالفان او خجل گردیدند و جمیع آن گروه شاد شدند به سبب همه کارهای بزرگ که از او صادر می گشت. در این آیات ملاحظه می کنیم که عیسی مسیح یک زنی را که خمیده بود و روح ضعف داشت شفا می داد. اما اشکال کار اینجا بود که چون در روز سبت یا شنبه او را شفا داده بود و یهودیان حق کار کردن را نداشتند، با مخالفت رئیس مذهبی یا رئیس عبادتگاه یهود روبرو می شود. اما عیسی مسیح با دلیل و برهان آنان را به سکوت وامی دارد. ولی درس مهمی که این مثل میخواد به من و شما بده اینه که نیکویی کردن و خدمت نمودن و بخشیدن، شفا دادن هرگز محدود به زمان و یا چیز دیگر نباید باشد. نباید به خاطر زمان یا به خاطر اعتقادات، حال هر نوع اعتقاداتی باشه، یا به خاطر هر دلیل دیگر از انجام نیکویی باز ایستیم. از ترجمه یونانی میتوان چنین نتیجه گرفت که عیسی مسیح به مدت چند هفته در این عبادتگاه شرکت جسته بود و مردم را تعلیم میداد. حالا در یکی از این جلسات بود که متوجه زنی میشه که روح پلید یا حالت غش و ضعف داشته بود و این حالت ناخوشی سبب خمیدگی او گردیده بود. احتمال می رود که این زن درباره شفا و معجزات مسیح چیزهای شنیده بود و حتی خودش دیده بود با چشماش. پس با امید و با ایمان به خانه خدا می آید تا شاید عیسی بر او ترحم کند و او را شفا ببخشد. عیسی مسیح که درد و نیاز او را دریافته بود می‌فرماید شفا یاب و بعد دستهای خود را بر وی می‌گذاره و آن زن در همان موقعی که عیسی دست بر او می‌گذاره شفای خود را می‌یابد. کلام خدا میگه اولین کلماتی که این زن بر زبان آورد شکرگزاری و ستایش نام خدا بود که خدا به او سلامتی داده. ولی رئیس عبادتگاه به قدری در مسائل معنوی کوتاه‌فکر بود، به قدری در آداب و رسوم غرق شده بود، اسیر بود
که گمان میکرد شفا یافتن در روز سبت جزو کار خلاف محسوب میشه و در نتیجه گناهه، ولی جرأت توبیخ عیسی را برای شفای آن زن نداشت. پس به جای اینکه عیسی را توبیخ کنه، مردم را به خاطر شفا یافتن توبیخ میکنه و غیر مستقیم در واقع به عیسی حمله میکنه که چرا در روز شنبه شفا دادی؟ و دوستان، این نشان تعصب بی جای او بود. عیسی مسیح با بیباکی تمام رو به رئیس عبادتگاه میکنه و او را جواب میده و او را ریاکار میخونه. البته مسیح این جمله را نه فقط به رئیس کنه، بلکه به همه کسان که مثل او دائما باعث زحمت و مزاحمت مردم میشدن به کار میبرد. چرا؟ چون آنها به بهانه این که با کمال دقت روز سبت را نگاه می‌دارن با عیسی مسیح مخالفت می‌کردن، در حالی که در باطن از بخل و حسد پر بودن. چون خودشون در روز سبت از حیواناتشون نگهداری می‌کردن ولی آن را کار محسوب نمی‌داشتن. مسیح می‌گوید این دختر فرزند ابراهیمه. شیطان او رو در بند خود قرار داده. به عبارت دیگر عیسی مسیح مرض را برخلاف اراده خدا می‌خونه. بنابراین دوستان عزیز، مرض از شیطانه، زیرا سرچشمه همه بدیها از اوست. پس شفا دادن یک زن مریض به منزله آزاد ساختن اسیری از بردگی و قلمرو اهریمن بود. مسیح میگه آیا نمیبایستی این زن آزاد بشه؟ هیچ چیزی نباید مانع انجام عمل نیکو بشه. شفا دادن آن زن در روز سبت نه تنها گناه نیست، بلکه واجب هم هست. در عوض انجام ندادن آن گناه محسوب میشه. اما رؤسای مذهبی را ریاکار میخونه، چون حتی به خاطر مراد نمودن قانونهای مذهبی مانع انجام کارهای نیکو و خدمات به مردم میشدن. او میگوید این زن 18 سال تمام اسیر بود. 18 سال تمام در بند شیطان بوده. شما مخالف سلامتی او شدید، بر ضد سلامتی او حرف میزنید. ولی گاو و گوسفندتون باید استراحت چند ساعته داشته باشه و بعد میرید او را خدمت میکنید. آیا بین این بنده ابراهیم یا دختر ابراهیم با گاو و گوسفندتون هیچ فرقی نیست؟ جوابی که عیسی مسیح میده رئیس عبادتگاه و طرفدارانش را خجل میکنه. ولی دوستان، این خجالت، این شرم باعث توبه آنها نشد. آنها متوجه اشتباهشون شدن ولی توبه نکردن. لیکن بقیه مردم از کار عیسی و از تعلیماتش بسیار خوشوقت شدند. و فراموش نکنید که مخالفت عیسی فقط از طرف یک عده معدودی از مردم بود، یعنی رؤسای مذهبی، نه از طرف جمعی قوم. چون مسیح پته آنها را رو می‌کرد، ریاکاریشون رو آشکار می‌نمود و نشان می‌داد که آنها در ظاهر شاید خوب هستند، شاید عادل هستند، شاید مذهبی هستند، شاید تمیز هستند، ولی باطناً بسیار ناپاک هستند، ریاکار هستند، حقوق باز هستند، متظاهر هستند و فریب میدن مردم. ای عزیزان، دو مطلب مهم از این معجزه عیسی مسیح رو باید در نظر داشته باشیم. اول اینکه من و شما نیز نباید بگذاریم هیچ چیزی مانع انجام کارهای نیکومون بشه. هیچ چیزی، نه زمان، نه مکان و نه حتی مذهب، نه سیاست، نه ترس، هیچ وقت نبایستی چیزی مانع انجام کارهای نیکومون بشه. همیشه نیکویی کنید، همیشه نیکویی کنید و از آن غفلت نورزید. این دستور خداست و بر همه ما که میخوایم اراده خدا را به جا بیاوریم واجب و ضروری است. نکته دوم اینه که وقتی که عیسی مسیح خطاها و ضعفها یا گناهان ما را رو میکنه و به عبارت دیگر با جملاتش، با کلماتش ما را شرمنده میکنه، ما نباید مانند رؤسای مذهبی یا رئیس این عبادتگاه عکس العمل نشان بدیم. ما نباید ناراحت بشیم. بله، از یک جهت باید ناراحت بشیم که این همه خطا کردیم، ولی نباید ناراحت بشیم که حرف مسیح مثلا به ما تند برخورد کرده یا اینکه آبرومونو برده. خیر، بلکه باید از او شکرگزاری کنیم، شکرگزارش باشیم که چهره حقیقیمون رو به ما نشان داده، قلبمون رو نشون داده، وجدانمون رو آشکار کرده، چهره حقیقیمون رو به ما نشون داده، دردمون رو نشون داده. و حالا که میدونیم دردمون چیه، میدونیم دردمون گناه، خطاه، بیایم پلو طبیب طبیبان داروی شفا رو از او بگیریم. حالا که میدونیم گناهکار هستیم، بعد بیایم توبه کنیم. خجالت کشیدن و شرمنده شدن از کارها و اعمال و گفتار زشتمون دوستان این کافی نیست، بلکه توبه کردن و بازگشت نمودن شرط اصلیه، ایمان آوردن شرط اصلیه. حالا سوال مهم اینه که دوستان عزیز، شما وقتی که کلام خدا رو میشنوید، وقتی کتاب مقدس میگه شما هم گناهکار هستید، چه عکس العملی رو نشون میدید؟ آیا از حرف من که دارم این رو میگم دلخور شدید؟
آیا میگی با ولش کنین حرف بیخود میزنه؟ و یا صادقانه دارید به وجدانتون توجه میکنید، به قلبتون، به فکرتون که بله امروز من کارهایی کردم که نمیبایستی انجام میدم. امروز افکاری داشتم که شایسته یک مؤمن نیست. امروز به جای اینکه خوبی کنم بدی کردم، یا اینکه از خوبی کردن غفلت ورزیدم. خدا کند که این دو حقیقت را امروز متوجه شده باشید و آن را بپذیرید و عملی سازید که اول هیچ چیزی مانع انجام نیکویی کردن شما نشه، حتی زمان و مکان، آداب رسوم، مذهب، سیاست، ترس، هیچ کدومشون نبایستی مانع نیکویی ما بشن تا بهانه‌ای نباشه برای انجام دادن نیکویی. و دوم که وقتی که کلام خدا حقیقت را برامون آشکار میکنه، ما از او بخوایم که از خدا یکتا بخوایم که بر ما ترحم کنه، ما را ببخشه، شرمنده بشیم از اعمالمون و تمنا کنیم که روح قدوس خودش رو به ما عطا کنه تا قدرت الهی، روح خدا ما را به او وصل بده تا نیروی او را دریافت کنیم و قلبی که از گناه خالی میشه با نیکویی و قدوسیت پرسازیم. تا برنامه دیگر و روز دیگر مسیح زنده با شما باد و امیدوارم که با ایمان از او تقاضای شفا و بخشش کنید که او شفا دهنده روح و جسم و جان بشر است. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا و نجات دهنده من عیسی مسیح میسپارم. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.